3 پرسش. نوشته لئو تولستوی. برگردان پریسا سالارفر. ناشر کانون فرهنگی چوک. با صدای میلاد تمدن. در روزگاران دور چندین پرسش ذهن پادشاهی را به خود مشغول کرده بود. اینکه اگر می‌دانست چه وقت برای شروع کاری مناسب است، به چه کسی باید بیشتر توجه کند و از چه کسانی باید دوری گزیند و از همه مهمتر اینکه انجام دادن چه کارهایی در اولویت قرار دارند، بدون شک هرگز در انجام مسئولیت‌هایش دچار اشتباه نمی‌شد. پادشاه پاداشی در نظر گرفت برای هر کس که بتواند به او بیاموزد که بهترین زمان برای انجام هر کاری چیست، به چه کسی باید توجه کند و انجام دادن چه کاری از همه کارها مهمتر است. عالمانی نزد وی آمدند و هر کدام پاسخهای متفاوتی با آن پرسش‌ها دادند. در پاسخ به سؤال اول، عده‌ای گفتند یک شخص برای دانستن بهترین زمان برای انجام کار باید ابتدا برنامه‌ای برای روزها، ماهها و سالهایش داشته باشد که دقیقاً طبق آن برنامه پیش برود. تنها در آن صورت است که می‌تواند هر کاری را در زمان مناسب انجام دهد. بقیه اعتراض کردند که این عملی ناممکن است که شخص انجام هر کاری را از پیش تصمیم گیری کند. اما درست این است که به کارهای بیهوده نپردازد و هر کاری که پیش آمد ضروری ترین کار را در لحظه انجام دهد. اما عده‌ای دیگر گفتند البته هر شخص باید به اتفاقات پیرامونش آگاه باشد، ولی در این حال مشاوران خردمندی نیز داشته باشد تا به وی در انجام کارها در زمان مناسب کمک کنند. ولی باز عده‌ای دیگر گفتند کارهایی هستند که نمیتوان آنها را به مشورت با دیگری موکول کرد، ولی در آن زمان شخص میتواند تصمیم بگیرد که آیا مسئولیت آن را بپذیرد یا خیر. در زمان تصمیم گیری آن فرد باید بداند چه پیش خواهد آمد. تنها جادوگران به این کار واقف هستند و در نتیجه بهترین کار مشورت با جادوگران است. به همان صورت پاسخها به سؤال دوم نیز گوناگون بودند. عده‌ای می‌گفتند ضروری ترین افراد برای خدمت به پادشاه مشاورین هستند. عده‌ای می‌گفتند کشیش‌ها، عده‌ای می‌گفتند طبیبان، در حالی که عده‌ای معتقد بودند که مناسب ترین افراد جنگجویان هستند. در پاسخ به سؤال سوم، همان که مهمترین کار برای انجام دادن چیست، بعضی پاسخ دادند مهمترین کار در دنیا پرداختن به علم است. عده‌ای دیگر گفتند مهارت جنگی و عده‌ای دیگر اعمال مذهبی را عنوان کردند. تمام پاسخها متفاوت بودند. هیچ کدام از پاسخها مقبول پادشاه قرار نگرفت و پادشاه به آنها پاداشی نداد. اما همچنان به یافتن پاسخ مناسب برای پرسش‌هایش امیدوار بود. پس تصمیم گرفت تا با مردی عزلت نشین که به خردمندی شهره بود مشورت کند. مرد عزلت نشین در بیشه‌ای زندگی می‌کرد که هرگز از آنجا خارج نشده بود و پذیرای کسی غیر از بومیان نبود. بنابراین پادشاه لباسهای ساده‌ای پوشید و پیش از آن که به کلبه آن مرد برسد از اسبش پیاده شد، تنها و بدون نگهبانانش به آنجا رفت. وقتی پادشاه رسید، مرد عزلت نشین مشغول کندن زمین جلوی کلبه‌اش بود. تا پادشاه را دید با او احوال پرسی کرد و به کندن زمین ادامه داد. مرد نحیف و بیمار بود. هر بار که بیل را در زمین فرو می برد و مقداری خاک بیرون می ریخت، به سختی نفس می کشید. پادشاه نزد او رفت و گفت: ای عزلت نشین خردمند، من نزد تو آمدم تا از تو 3 سوال بپرسم. چگونه می توانم زمان مناسب برای انجام عمل مناسب را بفهمم؟
به چه کسانی نیاز است که بیش از همه توجه داشته باشم و چه کارهایی مهم هستند و من باید ابتدا به آنها بپردازم. آن مرد سؤالهای پادشاه را شنید اما به آنها پاسخی نداد. آب دهانش را روی دستش ریخت و به کندن ادامه داد. پادشاه گفت تو خسته هستی، بگذار کمی من به جای تو کار کنم. سپاسگزارم. و بیل را به پادشاه داد و روی زمین نشست. پادشاه بعد از 2 بار بیل زدن توقف کرد و دوباره سؤالهای خود را پرسید. مرد دوباره پاسخی نداد ولی بلند شد و دستش را برای گرفتن بیل دراز کرد و گفت حال کمی بیاسای و بگذار من کار کنم. ولی پادشاه بیل را به او نداد و به بیل زدن ادامه داد. ساعتی گذشت و ساعتی دیگر نیز. خورشید پشت درختها پنهان شد و عاقبت پادشاه بیل را روی زمین انداخت و گفت ای مرد خردمند، من برای گرفتن پاسخی برای پرسش‌هایم نزد تو آمدم. اگر پاسخی برای آنها نداری بگو تا به خانه خود باز. کسی دارد می آید، بگذار ببینم کیست. پادشاه برگشت و مردی را دید با ریش‌های بلند که از سمت بیشه می دوید. مرد دستش روی شکمش بود در حالی که خون از زیر دستانش بیرون می ریخت. وقتی به پادشاه رسید در حالی که ناله می کرد بیهوش شد و به زمین افتاد. پادشاه و مرد عزلت نشین لباسهای مرد را از تنش خارج کردند. جراحت بزرگی در شکمش بود. پادشاه تا جایی که میشد زخم را شست و آن را با دستمالش و حوله‌ای که مرد عزلت نشین به او داده بود بست، اما خون بند نمی آمد. پادشاه چندین بار دستمال خونین را عوض کرد، شست و دوباره زخم را بست. وقتی خونریزی قطع شد مرد آرام شد و چیزی برای نوشیدن خواست. پادشاه برایش آب آورد. کم کم خورشید غروب کرد و هوا سرد شد. پس پادشاه با کمک مرد عزلت نشین مرد زخمی را به داخل کلبه بردند و روی تخت گذاشتند. مرد روی تخت خوابید، چشمانش را بست و آرام گرفت. پادشاه اما از راه رفتن زیاد و رسیدگی به آن مرد به قدری خسته شده بود که همانجا در آستانه در به زمین افتاد و در جا به خواب رفت. خوابی عمیق در آن شب کوتاه تابستانی. وقتی صبح از خواب بیدار شد طول کشید تا به یاد آورد کجاست و آن مرد ژولیده غریبه‌ای که روی تخت دراز کشیده و با چشمان براقش به او زل زده است کیست. مرد ژولیده وقتی دید پادشاه بیدار شده است و به او می‌نگرد با صدای ضعیفی گفت مرا عفو کنید. پادشاه پاسخ داد من تو را نمی شناسم و چیزی برای عفو کردن نمی بینم. تو مرا نمی شناسی ولی من تو را می شناسم. من دشمن قسم خورده تو هستم که می خواستم از تو انتقام بگیرم، چون تو برادرم را به دار آویختی و دارایی‌هایش را از آن خود کردی. من می دانستم که تو به تنهایی به سمت کلبه می روی و تصمیم داشتم تو را در راه بازگشت بکشم، ولی یک روز گذشت و تو باز نگشتی. پس من از پشت بوته بیرون آمدم تا تو را پیدا کنم. به سمت نگهبانانت رفتم. آنها مرا شناختند و زخمیم کردند. من از دست آنها گریختم و بیشک از خونریزی می‌مردم اگر زخم مرا نمی‌بستی. من در آرزوی کشتن تو بودم و تو جانم را نجات دادی. اکنون من زنده ام. اگر مرا بپذیرید وفادارترین غلامتان خواهم بود و پسرم نیز. مرا عفو کنید. پادشاه بسیار خوشحال بود که به این آسانی با دشمنش به صلح رسیده است و اکنون از یاران پادشاه است.
پادشاه نه تنها او را بخشید، بلکه به وی گفت که خدمه و طبیبش را نزد وی خواهد فرستاد تا مراقبش باشند و وعده بازگرداندن اموالش را نیز به او داد. پادشاه مرد زخمی را تنها گذاشت. به ایوان رفت و دنبال مرد عزلت نشین گشت. او می‌خواست پیش از بازگشت پاسخ سؤالهایش را بگیرد. مرد عزلت نشین را بیرون یافت در حالی که بر روی زانوهایش بود و مشغول کاشتن بذر در زمینی که دیروز شخم زده بود. پادشاه به مرد نزدیک شد و گفت: برای آخرین بار پاسخ سؤالهایم را از تو می‌خواهم ای مرد خردمند. مرد عزلت نشین در حالی که خمیده روی زانوهایش بود به پادشاه که کنارش ایستاده بود نگاه کرد و گفت: تو پاسخت را گرفته ای؟ پادشاه گفت: چه پاسخی؟ چه میگویی؟ ندیدی؟ دیروز اگر به ضعف من دل نمی سوزاندی، زمین را برای من بیل نمی زدی و به راه خود می رفتی، آن مرد به تو حمله می کرد و تو از این که کنار من نمانده بودی نادم و پشیمان می گشتی. بنابراین مهمترین زمان وقتی بود که تو در حال کندن زمین بودی. من با ارزشترین فردت بودم و کمک به من مهمترین کار تو بود. پس از آن وقتی آن مرد به سمت ما دوید، مهمترین زمان وقتی بود که تو به او توجه کردی، زیرا اگر این کار را نمی کردی او بدون اینکه با تو صلح کند می مرد. پس او مهمترین فرد برای تو بود و آنچه تو برای او انجام دادی مهمترین کارت. به یاد داشته باش تنها یک زمان است که بسیار ارزشمند است و آن اکنون است. این مهمترین زمان است، زیرا تنها در این زمان است که تو قدرت داری. مهمترین شخص برای تو آن است که با او هستی، زیرا کسی نمی‌داند آیا با کس دیگری مراوده‌ای خواهد داشت یا خیر. و مهمترین کار انجام کار نیک است، زیرا انسان برای این کار به این دنیا فرستاده شده است.